نورمان حسنوف مهندس نفخخور از شهر خوجند باز یک اختراع عجیب آفرید. اختراع آماده نموده او برق رایگان نام دارد. یعنی او از محرک اتومبیل قوه برق اضافه‌گی را ذخیره کرده برق استحصال می‌نماید و در وقت‌های لازمه استفاده می‌کند. این اختراع خود را برای آن برق رایگان نام گذاشت که برای استحصال آن مبلغ و یا قوه دیگر صرف نمی‌شود. تنها لازم است که دوام روز اتومبیل خود را به کار درآورد و این تجهیزات قوه برق اضافه‌گی را از محرک ذخیره می‌نماید. اکومولاتور گذاشته شده از قوه برق پر می‌شود می‌گوید نورمان حسنوف. حالت کار برای به کار درآوردن محرک از استارتر و قوه برق اکومولاتور استفاده می‌بریم. در نظر است که گنراتور دائمی با تسمه با محور زانودار محرک پیوسته است، یعنی گنراتور دائمی قوه برق می‌دهد. بعد یک فرصت گنراتور قوه اکومولاتور برقرار می‌کند. پس از آن قوه اکومولاتور برقرار شد، قوه برق استحصال شده قسما برای کار اتومبیل صرف می‌شود و قسما قوه باقی گم می‌شود. برای صرف کردن استفاده نمودن قوه برق گنراتور امکان است قوه زیادتی را و اکومولاتور دوم ذخیره نموده در وقت ایستگاه برای زندگی استفاده بریم. طرز کار این دستگاه آسان است. هنگام به کار درآوردن محرک اتومبیل قوه برق اضافه‌گی از گنراتور به اکومولاتور دوم ذخیره می‌شود. این دستگاه بعد از پر شدن با قوه برق امکان زیاد از 8 ساعت به قوه برق تامین نمودن را دارد. شیزناکی آن 220 ولت بوده. هنگام پر شدن قادر است 100 دانه لامپ‌های کم مصرف، تلفن موبیلی، نوتبوک، تلویزیون و دیگر اسباب‌های کم مصرف را به مدت 8 ساعت قوه برق دهد. برای به کار انداختن محرک ما نشان می‌دهیم میشه چقدر گوشش کجا قسمی از او به قسمی آ می‌گذاریم. در این حالت وقتی کاری ماشین قوه استحصال کرده گنراتور به اکومولاتور دوم ذخیره می‌شود. بعد از آنکه ماشین به ایستگاه ایستاد اون وقت هم ما گوشک رو از حالت آ به حالت ب می‌گذاریم. در این وقت قوه اکومولاتور دوم و تبدیل دهنده داخل میشه. تبدیل دهنده آن را از 220 به از 2220 میگراند. ما در این حالت با اسباب‌های برقی که چقدر دیدیم امروز استفاده میبریم. اگر همین قادر است که همین 100 لامپه 5 متر رو گران کند در مدت 8 ساعت. ایده تجهیزات برقی رایگان را با نمودن برق در بعضی منطقه‌ها ربط می‌دهد. نورمان حسنوف میگوید که این تجهیزات را میتواند هر یک نفر استفاده نماید، زیرا طرز ساختن آسان و کم خرج و به همه دسترس است. او میگوید که این تجهیزات اختراع نموده او از جهت اکولوژی تازه بوده برای بهتر شدن محیط اکولوژی مساعدت میکند. قوه برق را مصرف مینماید. این تجهیزات همه وقت در داخل اتومبیل میایستد و هنگام لازمه تنها با پخش یک تگمه آن به کار می‌دراید. طرز کار و ساختن آن آسان میباشد، اما باید در این ساحه متخصص باشی میگوید نورمان حسنوف. برای این اول کمش تجربه تکنیکی دکار باید که متخصص شدن دکار. من خودم متخصص ساحه اتومبیل بسیار کار کردم، تجربه هست. این تجربه رو به خودم سوال دادم که همین میلیون ماشین ها در کوچه میگردن، همه ماشین ها یک الکتریسانسی است که در داخل گنراتور است. تو استحصال میکند قوه همش برباد میره. در اون امکان است که ذخیره کرده دویم دفعه استفاده بریم برای زندگی، برای کار استحصالات. ما یک اکومولاتور ماندیم، ما دیگر بسیار ماشین قدرتناک باشد 2-3 تا ماندیم که برای اینکه قوه حمل صرف کنیم. خیلی ما این پیشنهاد ما من چیزی که دیدیم در عمل میکند استفاده میشود. یکمش این افضلیتش همین که کوفیسینت کار محرک زیاد میشود، کوفیسینت کار فایده‌ناک محرک زیاد میشود. دومش قوه برق داخل شهری صرف میشود. سیام این استفاده ساختار این اسباب انجام برای در حالات فوق‌العاده، در نبودن برق، در حالت‌هایی که از شهر بیرون یک جای دیگر رفتگنده هم با قوه ما 220 ولت با این استفاده برد میتونیم. چهارمش اینه که بهتر شدن محیط اکولوژی. خب با دیگر چیزها رو با تشخیص و تجربه آمیزی با بسیار طرف‌های مثبتش ما گفته میتونیم. تجهیزات برقی رایگان را همه میتوانند استفاده نمایند. آن را هنگام خاموش بدون قوه برق بدون مشکلی استفاده کردن ممکن است. این تجهیزات ساخته قهرمان گزارش ما اولی نیست و برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم تجهیزات‌های زیاد را ساخته است تا از آن استفاده کنند. گزارش نصیب جان ابویف و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.